قرمساقی که قرآن و اسلام شده برات از کشور مهمتر. تو خود قرآن سوره شعراء آیه 195 تا 199 رو بخون و آمد به زبان عربی مبین. میگه ما نازل نکردیم آن را برای کسی که عربی نمیداند، چون محال بود آن را بفهمند و ایمان بیاورند. خود قرآن داره میگه آقا تویی که عرب نیستی، محال بفهمی من چی میگم و ایمان بیاری. من برای عرب این قرآنو فرستادم، نه برای توی فارس. من نمیدونم چرا یکی مثل این که عربی بلد نیست زور میزنه که حتما خودش باید ترجمه کنه و همچین گندی بالا میاره. من الان ترجمه این آیات رو میخونم و شما مقایسه کنید. به زبان عربی روشن و گویا، و اگر آن را بر برخی از غیر عرب ها نازل کرده بودیم و او آن را بر عرب ها میخواند، باز هم ایمان نمی آوردند. این گونه آن را به زبان عربی روشن و گویا نازل کردیم تا آن را در دلهای مجرمان درآوریم که آن را بفهمند و به آن ایمان آورند. ولی این بیمار دلان لجوج ایمان نمی آورند تا آن عذاب دردناک را ببینند. اینجا خداوند داره میگه که اگر من آیاتم رو بر غیر عرب ها نازل میکردم و اون رو بر این افراد لجبات مثل همین فردی که داره این شبهه رو مطرح میکنه میخوندن، باز هم ایمان نمی آوردن، از بس که بیمار دل و لجبازن. اما تفسیر این فرد رو ببینید، مثل ابو جهل و ابو لهب که عرب اصیل بودن اما به کفر مردن. اما بلال که آفریقایی بود اما یکی از بهترین یاران پیامبر شد. دین اسلام به عرب و عجم بودن نگاه نمیکنه، به ذات پاک آدم ها نگاه میکنه.